امیدوارم تیم من FC بارسلونا قهرمان لیگ قهرمانان اروپا شود و باور دارم که می توانیم به این هدف برسیم. از همه میلیاردرهای جهان درخواست می کنم، از جمله محمد بن سلمان از عربستان سعودی، میلیاردرهای آمریکایی مانند ایلان ماسک و بیل گیتس، همچنان جینا راینهارت از استرالیا و نیز میلیاردرهای نروژ که حداقل $1 میلیارد آمریکایی به عنوان هدیه به باشگاه FC بارسلونا بدهد. بارسلونا در حال حاضر از نظر مالی تحت فشار است. ای بارسای من، اما یکی از پاکترین و بهترین باشگاه جهان به شمار می رود. این باشگاه لوگوی یونیسف را به صورت رایگان یا تقریبا رایگان روی پیراهن خود قرار داد تا به کودکان بیگناه در افریقا و سراسر جهان کمک کند. لطفا کار انجام دهید ای میلیاردرها. روزی من به شما کمک خواهم کرد یا این لطف را جبران خواهم نمود. این باشگاه به کودکان زیاد کمک می کند و با آنها فرصت می دهد تا مسیری حرفه‌ای خود را بسازند و رشد کنند. نمونه کامل از موضوع اسطوره فوتبال لیونل آندرس مسی من. او در کودکی با کمک باشگاه FC بارسلونا توانست داروهای لازم